سلام بچه ها، امروز اومدیم یاد بگیریم که چجوری تخم اندر دراگون رو با یه کد بیاریم. اول میرم سرور رو بسازم که شما بفهمید اصلا مودی نریختم. خب بچه ها صبر میکنم، من ویدیو رو استاپ میکنم تا سرور خب بچه ها اومدیم تو سرور، اینجا هم سرورم. خب بچه ها خودتون مشاهده فرمایید تخمای منو که من هیچ احدالناسی اصلا تخم چیزو ندارم، فقط تخم کاپرگودنو دارم. اندر دراگون دارم و تخمشو دارم ولی تخمش اینجوریه. میخوام این تخمشو بیاریم که فرق میکنه. خب باید اول یه کاری بکنی. ببخشید بچه من یه کاری کنم. خب نمیخوام بیاد ویدیو طولانی بشه، پس به خاطر همین سریع همه نکات رو میگم. یه لحظه من سروایو کنم. خب بچه کد رو بعدا میگم بنویسید، شاید هم خودتون توی دفترچه یادداشت کنید. من ویدیو رو استاپ میکنم، کد رو مینویسم. خیلی خوب بچه ها، این کد رو شما الان یه جا یادداشت کنید یا حفظ کنید که من این فلش رو بزنم. خب 1 2 3. خب این تخم و این اگه شبیه اندر دراگونه، اینو بهتون میده بازی. ما میزنیم و اینم از اندر دراگون. بفرما، اینم از اندر دراگون. خب بچه لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.